خب بچه‌ها امروز اومدیم سر درس ریاضی میخوام چی رو بهتون درس بدم؟ هندسه. میلاد ساکت شو. آره میخوام درس هندسه رو بهتون درس بدم. بچه های گلم شما واسه دفتراتونو بذارید رو میز. بذارید. اوکی. سعید بفرما شما. آقا معلم دفترمون رو جا گذاشتیم، ببخشید معذرت میخوام. دفترمون رو ما جا گذاشتیم، ببخشید معذرت میخوام. سعید جان شما دفترتون رو جا گذاشتید؟ شما ببخشید خیلی بیجا کردید. اون برنامه کوفتی مگه توش ننوشته؟ اگه اون برنامه کوفتی توش ننوشته که ریاضی دفتر ریاضیتون رو جا گذاشتید؟ نکنه کتابتون هم جا گذاشتید؟ بیا اینجا من کیف شما رو ببینم. ریاضی رو نیاوردید شما؟ چیکار کنم با این بچه های احمق؟ خاک بر سرت سعید. بیا برو دفتر. برو دفتر. آقا معلم چشم. ما رو فرستادن دفتر تو این سرما. الان باید این همه رو برم پایین. دفتر اونجاست، اون سوله اونجا یه سوله هست، دفتر اونه. تو این سرما داره برف میاد به خدا. منم یه حسین کوتاه باشیدم اومدم مدرسه. خب بابا این چه مدرسه؟ یه شکایت باید بکنم. چطوری اومدی دفتر سعید جان؟ من یه ذره وسط کلاس حالم خوب نبود، یه دفعه آره چیز میگم وسط کلاس. بعد بچه ها گفتن لوم دادن و اینا. بعدش منم به همه‌شون فحش دادم، گفتم کسافت چرا لو میدید و فلان و اینا. بعد آقا معلم گفت فحش دادی بهشون؟ من گفتم آره به تو. بعد آقا معلم منو فرستاد دفتر. سعید جان آره دیگه من اینجوری اومدم. تو چرا اومدی؟ من کاری نکردم. کتاب ریاضیمو دفتر ریاضیمو نیاورده بودم. آقا معلم گفت بفرما دفتر. حالا وایسیم تا مدیر بیاد. وایسا. من اگه شکایت نکردم. توی این سرما داره برف میاد، ما رو فرستادن اینجا. ای بابا دیگه همینه دیگه، روزگار مدرسه و فلان دیگه نمیام. من از فردا نمیام مدرسه. سلام سعید جان. سلام مرتضی. چرا اومدی دفتر؟ مگه چی شده؟ سعید چی؟ دفتر ریاضی